سلام، حالتون چطوره؟ امیدوارم همه خوب و سرحال باشین برای یه موشکافی درست حسابی. آقا خر سیدعلی تو گل مذاکرات ژنو بکسوات کرده و ظاهرا زهرخوران عظما ریختار شده. واسه همین سیدعلی امروز واپور نامبارک و گذاشتم دهن جنتی لعنتی تا با یه پک عمیق حال بسیجی‌ها رو جا بیاره. باید بسیجیان جهان در فکر ایجاد حکومت بزرگ اسلامی باشند. امام بسیج رو به بسیجه جمهوری اسلامی قناعت نمی‌کنه، میگه این بسیج باید در سراسر جهان برپا بشه. این شدنی است. چرا که بسیج تنها منحصر به ایران نمیتواند باشد. باید هسته مقاومت را در تمام جهان به وجود آورد و در مقابل شرق و غرب ایستاد. اوهو چه خوش اشتها، به پای هر رو دل نکنی. آخه سیر ترشی، بذار سیدعلی قطره‌های زهر را از پک و پوزش پاک کنه، بعد از این افه بیا. فعلا دم کوسه رو بچسب که هنوز تو کار دل و جیگر سیخ کردن با شیطان بزرگه. و اون کسانی که مثل این که عقد خواهر و برادری با آمریکا بستند و همیشه دلشون پیش آمریکاست و به هر مناسبتی میان یه چیزی میگن، یه چراغ سبزی به آمریکا نشون میدن که بدون که همه مردم اینجورا نیستن، بگن مردم آمریکا ما هم هستیم اینجا. اونا رو یه خورده امیدوارشون میکنن. شما تو دهن اینا زدید. ده بیا طرف اومده بود ارواح عمش ابروی سیدعلی رو درست کنه، زد چشم ولایت رو کور کرد. بابا الان دیگه این بسیجی های کل پوکم میدونن که یه سر سیم چراغ سبز به آمریکا به پریز عظما وصله. یعنی تو اینو نمیدونی؟ من یه سوالی دارم از آقای رئیس جمهور، شما میدونی یا نمیدونی؟ اگر میدونی که واه هست اصفاه، چرا اقدام نمی کنی؟ اگر نمیدونی که واه هست لطاه، من به شما توصیه میکنم شما این حرفایی که همه دارن میزنن، خطبای جمعه میگن، روزنامه ها می نویسن، سایت ها می نویسن، ببینید اگر درسته اقدام بکنید، جلوش بگیرید، اگر درست نیست جواب بدید. آقا گیر عجب مشنگی افتادیم ما. چرا از شیخ فری بپرسی؟ اون که میشینه با پا میشه هی ریش عظما رو میکشه وسط میز مذاکرات. حالا بگو ببینیم نتیجه مذاکرات چی میشه؟ بالاخره 5 به علاوه 1 کوتاه میاد یا نه؟ من بعید میدونم، گمان نمیکنم اینا از موازشون کوتاه بیان، ولی در این حال امیدواریم که یه خورده سر عقل بیان و یه کارهایی که به ضرر خودشون هست، به ضرر ما هم هست، به ضرر دیگران هم هست، از این کار کمتر بکنم. مثلا قرار بود واسه سیدعلی نمایش قدرت بده، از حکومت جهانی شروع کرد، آخرش رسید به التماس. دست درد نکنه جری موشه، زحمت دشمنای نظامو کم کردی، خودت یه حال اساسی به فک و فوک عظما دادی. بابا این نظام شفتی یه دفعه زر بخورد، اما من همین روزا تو آسمون گر بخورد. گفته بودم که میام تو بیتتان بزنمتان، جلو چشمای همه زیر لگد میبرمتان. دم چلوک رسیدم خوشکنن خوشان دیدمتان. جفتمش دستا بالا سیدعلی خیز کرد گباشه، کفشاش از زد زیر گلدوک صدا کرد مشتباشه. بالش پیش دادم و گذاشتمش کنز اتاق، سرش تو دادم و چپاندمش توی اجاق.
ابوله ماشاءالله دستگله ماشاءالله عضو حالا زیر پله ماشاءالله ضربه خورده دنگله ماشاءالله الهی که سقط بشه ایشالله الهی 8-1 بره ایشالله الو به ریشش بزنی ایشالله ریشش از بیخ بکنی ایشالله هر کی نگد ماشاءالله بابا گوری شد ایشالله هر چی که بافت از ما پاره بشد ایشالله 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 ایشالله